سلام و وقت بخیر. با مجموعه 3 × 7 در خدمتتون هستم. شمایی که امتحان گسسته رو بیخیال شدی، بیخیال نباش. 3 ورقه تمرین حل میکنیم، 7 نمره نهایی توشه. پس اگر بیخیال شدی این ویدیو رو نگاه کن، با دقت یادداشت کن. به امید خدا و تلاشی که تو این وقت کم باقی مونده انجام میدی، نمره قبولی تو امتحان خرداد ماه گسسته رو کسب میکنی. به امید موفقیت. سوال اول: با توجه به شکل زیر به سوالها پاسخ دهید. یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال 3 عضوی از گراف مقابل را بنویسید. خب ببین، وقتی میخوام مینیمال باشه و احاطه‌گر باشه، یعنی یه رأس رو میزنم همسایه‌اش. بچه وقتی میخوایم مینیمال با تعداد بیشتر انتخاب بکنیم، نرید گراف رأس ها با درجه های بالا رو انتخاب کنید، رأس ها با درجه های کم رو انتخاب کنید، رأس هایی که خطای کمی بهش وصلن. من میام اینجا سی رو انتخاب میکنم. اگر سی رو انتخاب بکنم همسایه هاشم میرن، یعنی بی و دی حذف میشن. بعد میام مثلا اینجا آی رو انتخاب میکنم. آی رو انتخاب بکنم A و H هم از بین میرن و حذف میشن. من اگر F رو انتخاب بکنم E و G هم پوشش داده میشن، پوشش داده بشه. پس باید یه مجموعه بنویسم، مجموعه C I و F. چیز سختی نبود. جوابم منحصر به فرد نیست، ممکنه افرادی جوابهای دیگه ای رو هم به دست بیارن. و اما قسمت بی تمرین، عدد احاطه‌گری گراف مقابل رو با ذکر دلیل تعیین کنید. آقا من میدونم که گامای جی بزرگتر یا مساوی تابع سقف n بر دلتا بزرگ به علاوه 1. آقا اینا یعنی چی؟ تو گامای جی رو داشته باش، گامای جی بزرگتر مساویه تابع سقف. تعداد رأس‌ها چند تاست؟ میشمرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا رأس دارم و بزرگترین درجه من چنده؟ بزرگترین رأسی که خط بهش وصله. مثلا درجه F 2، درجه D 4، درجه G 1 2 3 4. پس بزرگترین درجه من 4 میشه. 4 به علاوه 1 تابع سقفش. 9 تقسیم بر 5 تقریبا 1 خورده ای میشه. تو جزء صحیح بچه ها 1 خورده ای میشد پایینی، این میشه بالایی. پس تابع سقفش میشه 2. من الان دنبال 2 تا رأس باید بگردم که این گراف من رو احاطه بکنن. میرم رأس ها با بیشترین خطای وصل، تعداد یال های وصل رو به انتخاب میکنم. اگه جی رو انتخاب بکنم، دقت کن که اینجا H D E و F پوشش داده میشه. و اگر B رو انتخاب بکنم، B با یه خط، F C رو و I رو. پس گامای جی من میشه، عدد احاطه‌گری من میشه 2 و مجموعه احاطه‌گر من تو این مثال B و G هستش. پس با 2 تا عضو هم تونستم این رو احاطه بکنم. یه نکته مهم درباره احاطه‌گر مینیمم و مینیماله. مینیمم و مینیمال احاطه میکنن گراف ما رو، ولی از هیچ کدوم نمیشه کم کرد. مینیمم از لحاظ تعداد از همین پایین تره، مینیمال ممکنه بالاتر باشه. یعنی مینیمم من 3 تا باشه، از 3 تا کمتر نشه، ولی من میتونم مجموعه ای رو با بیشتر از 3 تا هم احاطه بکنم. ممکنه مجموعه چندین احاطه‌گر مینیمال داشته باشه با تعدادهای مختلف، ولی مینیمم من از لحاظ تعداد یه دونه است و نمیتونه مقدارهای مختلفی داشته باشه. از لحاظ تعداد هم از همه کمتره. اینو فراموش نکن، تو مثال میبینیم. 2. گراف مقابل رو در نظر بگیرید. آیا AHJF یک مجموعه احاطه‌گر برای این گراف میباشد؟ میرم بررسی میکنم. A رو دورش خط میگیرم، این A همسایه‌اشو خط میزنم، این خط ساده میشه. الان H دورش خط میگیرم، همسایه‌هاش که I و B حذف میشه و J رو دورش خط میگیرم، F D و C خط میشه. میگیم که خیر، مینویسیم آیا یک مجموعه خیر. چرا؟ زیرا
رأس ام را احاطه نمی کند. آقا این خیرها و جوابهایی که می نویسیم تو بندی خیلی مهمه. خیر زیرا رأس ام را احاطه نمی کند. برم قسمت بعدی. آیا AMIFD یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال هست؟ چرا؟ برم سراغ جوابش ببینم چی کار میخوام بکنم. A رو میزنم، اول ببینم احاطه‌گر هست. A رو میزنم، A بزنم E هست میشه. M رو بزنم E باز هست میشه. I رو بزنم H همسایه هاش B و J همسایه‌اش هست میشه. و اگر F رو بزنم D هست میشه و C میمونه. C میمونه و میگم که C مجموع احاطه‌گر مینیمال نیست. قسمت ب. آیا AMIFD مجموع احاطه‌گر مینیمال هست؟ چرا؟ میام A رو دورش خط میگیرم، A رو خط بگیرم همسایه هاش که E هست میشه. M رو دورش خط بگیرم E هست شد. I رو دورش خط میگیرم H B و J هست میشه و D رو اگه خط بگیرم دورش F و C هم خط میشه. پس F عضو اضافی بود تو این مجموعه، مینیمال نیست. یعنی یه چیزی رو میشه ازش کم کرد. مینیمال این بود که اگه کم کنیم دیگه پوشش نده. پس می نویسیم خیر زیرا میتوان از این مجموعه F را حذف کرد. خب قسمت پ رو ببینیم. یک مجموعه احاطه‌گر مینیموم شامل رأس ای بنویسید. اول دور ای خط بگیرم، همسایه هاش حذف کنم. حالا میرم بزرگترین درجه های ممکنی که میتونم انتخاب بکنم رو می نویسم. من J رو می نویسم J رو بنویسم I C D و F. پس مجموعه ما میشه E و J. اگه مداد همراه باشه، با مداد اینا رو کمرنگ خط بزنی زود پاک کنی تو امتحان نهایی خیلی کمکت میکنه. و اینم از تمرین دوم. این سوال ترکیبی جای خالی و درست نادرستی. هر مجموعه احاطه‌گر مینیمال یک مجموعه احاطه‌گر مینیمومه. گفتیم ممکنه مینیمال باشه ولی عضو و تعداد کمتری اونو پوشش بده. پس الزاماً هر مینیمالی مینیموم نیست. پس ولی مینیموم ها مینیمال هستن. مینیمال ها نمیشه چیزی ازشون مالید، نمیشه چیزی ازشون کم کرد. پس مینیمال ها نمیشه حذف کرد، مینیموم هم نمیشه حذف کرد. پس هر مجموعه احاطه‌گر مینیمال یک مجموعه احاطه‌گر مینیموم است. این نادرسته. عدد احاطه‌گری 37. بچه‌ها 37 رو بشناسیم. یه سرکل، یه دایره است که 7 تا نقطه داره. پس من میام 7 تا نقطه میذارم. 1 2 3 4 5 6 7. اینا رو به هم وصل میکنم. این 37 منه. میخوام اینو احاطه‌اش کنم. همون روش قبلی رو میرم. چیکار میکنم؟ یه رأس انتخاب میکنم، 2 تا همسایش میره. یه رأس دیگه انتخاب میکنم، 2 تا همسایش میره. یه رأس دیگه باید انتخاب بکنم که پوشش داده بشه. پس عدد احاطه‌گری 37 برابر با چنده؟ 3 هستش. و اینم تمرین بعدی ما. تمرین بعدی. با توجه به گراف به سوالات زیر پاسخ دهید. الف. آیا مجموعه ABM یک مجموعه احاطه‌گر است؟ چرا؟ بچه‌ها باز میرم مداد کمرنگ پاک کن، یادت نره تو امتحان نهایی خط رو بکش پاک کن. مثال بعدی رو کن. A رو دورش خط میگیرم، این A. همسایه‌هاشو خط میزنم، اونایی که بهش وصلن. E هست میشه، J هست میشه، G هست میشه، B هست میشه. B رو دورش خط میگیرم، همسایه‌هاش حذف میکنم. F حذف میشه، H حذف میشه، C حذف میشه. و M رو دورش خط میگیرم، همسایه‌هاش رو حذف میکنم، اونایی که بهش وصلن. فقط I باید حذف بشه. آیا یک مجموعه احاطه‌گر است؟ جوابش میشه خیر. چرا؟ زیرا رأس D را
احاطه نمی کند. پس دی رو احاطه نکرد. قسمت الف تمام. قسمت ب تمرینمون، عدد احاطه‌گری گراف را به دست آورید. من میدونم که تعداد رأس‌های من هستش چند تا؟ 11 تا. پس گامای جی من بزرگتر مساویه تابع سقف 11 تا نقطه دارم. بیشترین من اینجا امه. تو ام بیشتر ام به علاوه 1 میشه 6. میشه 1 خورده میشه 2. بعد اگر من وقتی میخوام احاطه‌گری رو پیدا کنم باید رأس با بیشتر درجه رو انتخاب کنم. ام رو انتخاب کنم و هر رأس دیگه‌ای به غیر ام رو انتخاب بکنم نمیتونه پیشش بده احاطه کنه، چون دو رأس نمیتوانند کل رؤوس گراف را احاطه کنند. پس حالا بذار این امو برمیدارم، امو بردارم آی اچ جی اف جی میره پیکارش. حالا یا بی رو برمیدارم سی و ای میره و یه دونه هم دی رو بردارم تمومه. مجموعه ام بی دی یک مجموعه احاطه‌گر است. این گرش باید بالا بود. قسمت پ تمرین، یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال 5 عضوی از آن بنویسید. ببینید وقتی که تعداد رأس‌های عدد احاطه‌گری من 3، یعنی 3 تا پوشش میده و میخوام مینیمالم بیشتر از اون باشه، باید درجه ها با رأس‌های کمتر، یعنی نقاطی که در خطای کمتری به اسم ورزیدن رو انتخاب کنم. من میام اول F رو انتخاب میکنم که با اون B و F میره، پس B و E میره، F رو مینویسم. بعد میام J رو انتخاب میکنم که M میره، M هم تو قبلی رفته بود، M میره و D میره، پس J رو هم مینویسم. I رو انتخاب میکنم که C میره، پس I هم هست. H رو انتخاب میکنم که چیزی نیست ولی خودش لازمه که باشه و G رو انتخاب میکنم که A میره. پس این یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال 5 عضویه. تمرین 5، تعداد صفحات زیاده چون فاصله سوال ها شکل زیاده، حجم سوال کمه. میگه که مجموعه احاطه‌گر غیر مینیمال، میام اینا رو میزنم، B رو بزنم C میره، E رو بزنم F میره، G رو بزنم H میره و A رو بزنم کسی F رفته بود، C رفته بود. اگه F رو بزنم D و I میره. میگه آقا این غیر مینیمال، یعنی یه چیزایی میشه حذف کرد. یه عضوی دارم که میشه و در پوشش دادن مشکل ایجاد نمیکنه. من میگم بچه اگر ای رو اینجا حذف کنم از مجموعم، ای رو حذف کنم، آیا F مگه اونو پوشش نمیده؟ پس پوشش میده. پس مجموعه احاطه‌گر مینیمال من میشه B و G و A و F. این از این. یک مجموعه احاطه‌گر مینیمم که شامل رأس ای باشد بنویسید. خب رأس ای رو میام انتخاب میکنم، ای مینیمم خواسته، خطرناکه، F رفتش. الان من باید برم سراغ رأس ها با درجه های بیشتر. من اگه C رو بزنم و H رو بزنم دیگه تمام رأس ها پوشش داده میشه. پس مجموعه من میشه E و C و H. پس شامل رأس E باشه. با اضافه نمودن چه یاری عدد احاطه‌گر گرفت 2 می شود. من میخوام 2 تا رأس اینو پوشش بده، 2 تا رأس. یه یال میخوام که اضافه کنم و این رو پوشش بده. اگر من G رو بیام به F وصل کنم و این رو بکشم، اینو نگاه، این رفت، این رفت، این رفت، اینم رفت، اینم رفت، یه C رو بزنم تمومه. پس مثلا من میگم با افزودن یال GF مجموعه احاطه‌گر من چی میشه؟ میشه G C و F.
C و F. به همین سادگی بحث درس دوم فصل دوم تمامه. تمرین آخر گراف P12 رو رسم کنیم. P یعنی پث یعنی مسیر. پث میام 12 تا نقطه میذارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. اینا رو با خطای مستقیم به هم وصل میکنم. به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. یک گاما مجموعه از آن رو مشخص کنید. خب من میخوام بیام با رسم با درجه‌های بیشتر رو میزنم. رنگم رو انتخاب کنم. من این دست دومیه رو انتخاب میکنم. این پوشش میده، اینم پوشش میده. اینو انتخاب میکنم، این پوشش میده، اینم پوشش میده. اینو انتخاب میکنم، اینم پوشش. اینو انتخاب کنم، این پوشش، اینم پوشش. پس میشه اینا رو اگه بزنم V1 V2 و آخریرم V12، احاطه‌گر من میشه V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11. به همین سادگی و کار تمامه. فصل دوم درس دوم تمام. موفق باشید. بچه هایی که مشکل داشتید تو گسسته و سخت بود و دوستانی هم که دارید، این ویدیوها رو معرفی کنید. اونها و خودتون با دقت نگاه و یادداشت بکنید. به امید این که بتونید 7 نمره از امتحان خرداد ماه رو کسب بکنید.